امروز 11 آبان 1404. این سرچشمه کهرنگ که اعلام کرده بودن خشکیده بود، این شایعات درست میکنن، نمیدونم دنبال چه اهدافی هست. اگر الان وارد سال 1404 1405 شدیم کشاورزی، اگر هم بخشکه یه چیز عادیه به خاطر اینکه بارندگی نداشتیم، اما آبی که داره وارد میشه اول یه ورودی زدن برای خودشون. ببینین داره میره برای شربی شهر کرد و روستاهایی که تو حاشیه دارن. لولش هم مشخصه، لولش هم باشه چیزی آیدی اصفهان یا اصفهان و کشاورزان اصفهان بر نمیدارن که وقتی اتفاق میفته بخوان بذارن. اینجا تا شهر ورزنه حدود 500 کیلومتر است. خدا شاهده تو هر 200 متری شاید 4 تا 5 تا این بندهای آبخیزداری زدن. یه زمانی هم که بارندگی بشه قبلا بر اساس 1 میلیمتر 1 میلیمتر مکعب آب میمد پشت سر، با این بندهایی که دیگه زدن این اتفاق هم نمیاد. این تونل اول کهرنگه که کشاورزا هزینه‌شو دادن سال 1333. آبی که الان داره میره براتون توضیح میدم کدوم شهرستان‌های و استان‌های از این آب برمیدارن. ما در شهریور اومدیم یه بازدید داشتیم، دیدیم این ماده سودجو مثلا تکمیل آب میرفت سرریز داشت. امروز هم 11 آبان اومده میبینیم که همینطور داره آب میره، هنوز هیچ کنترلی نی و میگن ما آب بر نمیداریم. پس این آبا من نمیدونم برای کی میره. رودخونه اون پایین آب پیداست، 500 متر پایین‌تر ماشین اینجا با هدلاین سنگا بیاریم پایین تا فیلم میگیریم دیگه. نفس اونم بعد در میاد. انشالله این نفس تا اصفهان برسه. اومدیم بازدیدی سردهانه مادی آزادگان در شهریور. ما هم اومدیم یه بازدیدی انجام داشتیم. آنطور که ما اطلاع داریم زمان که سد زاینده رو زده شد، زمینایی که در محدوده سد بود خریداری شده و هیچ مالکیت این آقایون در پشت سد ندارن و این برداشت آب به طور کامل غیر قانونیه. علاوه به اینکه غیر قانونیه هیچ نظارتی روش نی، دارن راحت آبو برمیدارن میارن، هر وقت کم هست میان دنه رو زیاد میکنن. رو کاغذا با تلفن نمیشه رودخونه رو مدیریت کرد. رودخونه رو باید بازدید میدانی داشته باشید تا بیای آسیب شناسی کنی. بس دیگه ظلم به اصفهان. اینقدر فشار به مسئولین اصفهان نیارین که بگون آقا برین آبی شرب شرایطش بده جیره بندی کنین. بگید برای خوردن هم میشه جیره بندی کنن. وقت بالا دست زاینده رود این طرف این طرح پهنا جمالوه که قرار 880 لیتر در ثانیه آب بیاره. حضرت عباسی هر کسی این فیلم ها منت خودش قضاوت کنه. این زمین ها هیچ زمانی کش نشده. ببینین اینا رو دارن کانالاش کردن، لوله کشی انجام دادن. اینا یا از رها بوده یا دم بوده. ببینین اینم به زودی زود توی این منطقه آبیاری ها بارونی شکل میگیره. میگن ما استفاده بهینه از آب میکنیم. شما اینجا الان نمیتونم بگم تا رودخونه زاینده رو حدود 15 کیلومتر فاصله داره. 15 کیلومتر دارین آب و پمپاژ میکنین. می همه مصرف انرژی روی ارتفاعات که بیان حالا یا یه سیب زمینی یا یه اونجا یا یه درختی بکارین، اما شرق غرب اصفهان به کویر داره تبدیل میشه. مردم اونجا منتظری لیوان آبن. قرار 10,000 هکتار زمین بره یعنی زمینایی که به صورت دیم آبیاری می شده یا اصلا کشتکاری نمیشه دارن میارندش از آب رودخونه و این اگه با این وضع باشه خدا شاهده هیچ سال مردم اصفهان حتی دیگه آب شرب هم ندارن، کشاورزی هم هیچی. چون دولت با جدیت وارد این بی‌عدالتی و این ظلم نمیشه که واقعا چرا باید این زمینا نگاه کنید. زمینی گچیه، نگاه کن از خاکش پیداست بدونی که ورزش باد بیاد. ببین خاک وقتی داره باد جابجا میکنه نشون میده خاک خوبی نی. کانالا رو ببینید، این کانالا رو آقای راننده یکم بیا جلو. این کانالا رو ببین، اینا قراره توسعه پیدا کنه. اینا قراره از طرح پهنا جمالو
که یکی از این طرح‌های خلاف مصوبات شورای عالی آب بوده که 10,000 هکتار قرار توسعه پیدا کنه، یا 8 متر آب بردارن. اینا ببینید اینا این زمانی کش نمی‌شده. این زمینا دیم هم نبوده، مال منابع طبیعیه. ببینید مرتب نگاه کن، گود زدن. یه لحظه تشریف بیاریم. ببینید گود زدن. ببین اینا رو گود زدن درخت کاری کنن. ببینید اینا رو گود زدن درخت کاری کنن کامل. اون رو به رو هم ببینید کامل گود زدن، مثل همینجا درخت کاری کنن. حتی بیا این طرف میره تا چش کار میکنه. قراره این هم یک طرحیه، طرحهای مشمول غیر که قرار بود هیچ برداشت نشد، به نام طرح با گستر هلیله که از منطقه یانگ چشمه هم هست. جز منطقه یانگ چشمه حدود 1600 هکتار دیگه زمین کشت انجام بده. بهترین زمین در شرق و غرب اسلام به قرآن داره به کویر تبدیل میشه. 50 نفر میخوان اونجا از نون بندازن که برابر هر 50 نفر یک نفر اینجا بیارن سر کار. پیداست دست دشمن تو کاره. نوکی کو ببینی اون رودخونه زاینده رود. هر کس نسبت به این حرفا اعتراضه داره بلند شد بیاد بازدید میدانی کنه. آخه پیداست این گودی درخته. نگاه کن این گودی درخته. دوباره نگاه کن، بیا اینجا، بیا ببین رو کو. دوباره این گودی درخته. ببین گودی درخت. نوکی کو ببین اینا دوباره گودی درخت. آقا این گودی درخت ببینی، میخوام ببینی این گودی درخت. قبر کنی، قبرستون کنی، اینجا درخت بکارند. اینجا اونم سعدی زاینده رود. این حالا فاصله 4 کیلومتر، بعضی جا تا 20 کیلومتر 15 کیلومتر. به پیغمبر خدا این بازدیدا که انجام میدن دنبال این نیستیم که کسی تحریک کنی، دنبال این ظلم و بی‌عدالتیه. بازدید داشتیم از سرچشمه کهرنگ، تونل اول کهرنگ، حدود 5 متر و نیم ورودی داشتیم تا سد زاینده رود، حدود 140 تا حجم سد زاینده رود، حدود 15 تا خروجی داریم. الان سد زاینده رود حرکت میکنیم توی مسیر میبینیم این 15 متر آبو کی برمیداره. این پمپاژ طرح بین بروجنه، طرح غیر قانونی و این 15 متر آبی که صبح گفتم از سد خارج میشه قسمت چه اینجا دارن و هم دارن شرکت آب منطقه اصفهان هم نمیدونه، چون این اجازه رو نمیدن روش که نظارت داشته باشه. گفتن برای شرب، اما متاسفانه برای صنعت سفید رشت هم دارن میبرن. این هم یکی از طرح‌های غیر قانونی است که طبق مصوبات شورای عالی آب قرار بود هیچ برداشتی نداشته باشن، اما متاسفانه اون کمیسیون قضایی مصوبات شورای عالی آب دور زد به نام این طرح هورس و 800 لیتر در ثانیه هم قراره این برداره. خدا وکیل خودتون میبینید 10-15 متر گودی داره. خودتون میبینید چقدر گودی داره و ارتفاعش هم ببینید. خدا میدونه چند تا بسیار استخر دارد. اینجا منطقه سامونه، این استخر رودخونه حدودی 5-6 کیلومتر. حضرت عباسی نگاه کنید چقدر آب میگرفته، چقدر آب میگرفته. خودش راستی یه سعده، خودتون قضاوت کنید. حدود 15 متر که عرض کردم آب سد زاینده رود خارج میشه، حدود 2 مترش میره برای سامانه دوم برای شرب اصفهان و کاشون. قسمتیشه که نمیدونیم چقدر است میره برای بنا بروجن و قسمتیش کمش هم به هر حال پمپاژایی بودن بین 50 تا و 40 تا که میرفتن برای شهر کرد و خود آبی شرب استان چهارمحال. بعد اون هم لوله یزد خودشو میگن 2200 لیتر در ثانیه یا 2.2، اما ما میگن برای شرب. ما اینجا معترضم، میگم برای صنعتتون هم میبرین. دلیل ما این است که چرا زمانی که یکی از پمپاژهای شما در تیر ماه از کار افتاد با 2 تا
پمپ‌ها شور بدون هیچ لطمه ندید، خسارت ندید که الان 3 تا پمپ بدون کار میکنه. قطعا به صنایع میدین. یه حدود 10 متر هم آب میاد برای شرب اصفهان که از این 10 متر هم قسمتی کمشا صنایع برمیداره. و شما همطور که مشاهده میکنید از شماسمون هم هیچ آبی پایین نمیریزه و دلیل هم این است که به هر حال تا 100 کیلومتر داریم به اصفهان خشک از اصفهان هم تا برزنه خشکه. من سوالم از مسئولینه، آقایون وزارت نیرو، الان که حدود 40 روزه وارد سال زراعی 1404-1405 شدیم و خود شما میگون سال خشکیه، همه مصرف کنندگان به غیر از کشاورزا دارن آبشون رو برمیدارن. شما بر چه اساسی طبق تابلوی منابع و مصارف به همه نرمال میدین؟ آیا فکر کشاورزا کردین؟ آیا قبول دارین که حق به کشاورزا دارین غصب کردین و سکوت کردین؟ کشاورزان از این بی‌عدالتی بسیار بسیار ناراحتن. امیدوارم که خدا به ما کمک کنه، شما که حق ما رو از بین بردید.